روز بخیر بینندگان عزیز، شما سرخط خبرهای امروزی 4 می رو تماشا دارید. در 10 دقیقه بعدی درباره تکمیل بیرونشوی نیروها و وایتوی نظامی از مرز تاجیکستان و قرقیزستان، بیکارشوی لیمیت برق و جنجال و نوبت‌پایی طولانی برای گرفتن پتنت در روسیه معلومات خواهم داد. قرقیزستان و تاجیکستان وایت‌های نظامی را از منطقه مرز مشترک میان دو کشور بیرون کشیدند. بعد از برخوردهای خونین هفته گذشته دو جانب به چنین اقدام موافقت کرده بودند. روز 3 می خدمات مرزبانی قرقیزستان به رادیو آزادی گفت پس از خروج نیروها وضع در منطقه آرام است. به قول مرزبانان قرقیز، کمیسیون مشترک بیرونشوی وایت‌های نظامی را نظارت کرد. در همین حال 3 می اداره دوستانه کل تاجیکستان اعلام کرد که در رابطه با زدوخوردهای 28 و 29 اپریل تحقیقات شروع نموده. با این باور است که نیروهای قرقیزستان به خاک تاجیکستان تجاوز نموده در کشتارها نقش دارند. وزارت کارهای داخلی قرقیزستان قبلا اطلاع داده بود که در رابطه با مناقشه در مرز با تاجیکستان 11 پرونده جنایی باز کرده است. قرقیزستان میگوید در برخوردهای اخیر 36 شهروندش کشته، 183 کسی دیگر مجروح و 50,000 نفر به ترک مکان دومی زیستشان مجبور شدند. تاجیکستان تا به حال رسما درباره قربانی‌هایش چیزی نگفته است. در عین زمان درباره وضع سلامتی یکی از آسیب دیده‌های مناقشه مرزی شهردار اصفهان معلومات داریم. بهاوالدین بهادرزاده را به بیمارستان شهر خوجند انتقال داده بعد گذراندن جراحی دوم تیر را در بدنش بی‌ضرر کردند. در این باره از بخش تندرستی ولایت سوخت خبر دادند. رئیس شهر اصفهان روز 29 اپریل در خوجه اعلی از طرف راست تخت پشتش از ضرب تیر زخم برداشته بود. جراحی یکمی او روز 30 اپریل در بیمارستان شهر اصفهان انجام شد. پزشکان وضع بهادرزاده را معتدل ارزیابی کرده میگویند بعد تازه شدن زخم جراحی از بیمارخانه رخصت می شود. نظیرجان یادگاری سخنگوی شرکت برق تاجیک در صحبت با رادیو آزادی گفت محدودیت در انتقال نیروی برق در تاجیکستان پورا لغو شده است. به قول او هفته گذشته به دلیل سیراب شدن مجرای رودخانه وخش در محل نیروگاه برقی نورک همه گونه محدودیت ها در انتقال نیروی برق بیکار گردید. وی اطلاع دقیق ارائه نکرد که فعلا چه مقدار آب به آبانبار نیروگاه نورک وارد می شود، ولی گفت که بارش اخیر برای افزایش دادن تولید نیروی برق در کشور مساعدت کرده است. در اول ماه رمضان این منبع گفته بود که محدودیت در این ماه نرمتر می شود و کارشناسان موضوع لغو کامل به اصطلاح لیمیت در مناطق روستایی کشور را بررسی می کنند. ضمناً بینندگان عزیز، آیا واقعا هم لیمیت برق در منزل های شما بیکار شده است یا نه؟ لطفاً برایمان اطلاع بدهید. با پایان رسیدن مهلت قرار پرزیدنت روسیه در مورد دادن امتیاز به شهروندان خارجی در شرایط پاندمی و هشدار مقامات روس جهت قانونی کردن حضور در این کشور، روزهای اخیر نوبت‌پایی‌های بزرگ را در نزد نمایندگی‌های مهاجرتی روسیه به بار آورده است. روز گذشته ازدحام مهاجران در نزد خدمات مهاجرتی ساخاروی مسکو باعث بی‌سروسامانی شده است. کاربران رادیو آزادی با فرستادن چندین نوار نقل کردند مقامداران روس تعدادی از مهاجران را در داخل بنا و صدها نفر دیگر را در بیرون از آن نگاه داشتند. به گفته آنها بر ضمن اینکه در شرایط پاندمی مهاجران مسافه‌گیری اجتماعی را رعایت نمی‌کنند، در تلاطمی که برای گرفتن پتنت به عمل آمد چندین زن و مرد تاجیک زیر پا مانده جراحت برداشتند. اخیراً وزارت کارهای داخلی روسیه برای قانونی کردن بود و باش به مهاجران تاجیک تا 30 ایون مهلت داد. سفارت تاجیکستان نیز از مهاجران درخواست کرد منتظر انجام مهلت نشده حجت‌ها را به رسمیت درآورند. از سوی دیگر برگزاری ریت‌های مقامات حفظی حقوق مهاجران را وادار کرده است برای گرفتن پتنت تا 12 ساعت و حتی چند شبانه روز در نوبت بایستند.
در عین زمان انتقال مهاجران از بازداشتگاه‌های موقتی روسیه به وطن ادامه دارد. فعلا در مرکز نگهداری خارجیان صخره و در مسکو 13 زادگان تاجیکستان قرار دارند. نمایندگان سفارت میگویند روز گذشته از احوال آنها خبر گرفته در پی تهیه حجت‌های بازگشتشان هستند. روزهای نزدیک آنها به تاجیکستان فرستاده می‌شوند. گروه یکم مهاجران دیپورت شده را که عبارت از 15 نفر بودند روز 23 اپریل به وطن انتقال دادند. کمیته تفتیشاتی ولایت تومسک به تحقیق لطوکوب یک مهاجر ازبک از جانب کارمندان خدمات مهاجرتی وزارت کارهای داخلی پرداخته است. نوار بدرفتاری نسبت مهاجر در داخل بنای خدمات در شبکه‌های اجتماعی نشر شد. جبر دیده میگوید یک دوستش را بازداشت کرده بودند و او برایش حجت‌هایش را برده است. ولی کارمندان خدمات از خود این مهاجر که در دستش کلید ماشین داشته است حجت رانندگی را میپرسند. وقتی شهروند ازبکستان سبب چنین درخواست را سوال میکند او را به اتاق وارد کرده میزنند و طلب میکنند که نوار را پاک کند. اما او بعد بیرون شدن از خدمات به وزارت کارهای داخلی عریضه نوشته نوار را در اختیار آنها میگذارد. شما خبرهای رادیو زودی رو تماشا دارید. در حالی که نقشه دعوتی بهاری نوسکران به ارتش در تاجیکستان تقریبا پر شده است، برخی از خانواده‌ها از ادامه سربوشی کار خبر می‌دهند. یک ساکن دهه سوغدیان شهر بختر میگوید آخر هفته گذشته برادر او را که دانشجوی کورسی دوم است چند نفر با لباس ملکی و بدون نشان دادن یگان حجت با زوری به ماشین بار میکنند. مادر این جوان تلاش میکند مانع بردن پسرش شود. به گفته مؤلف نوار راننده ماشین را به حرکت می‌درآورد و پای زن را در زمین کشول می‌کند. در نتیجه مادر این جوان جراحت می‌بردارد. باید گفت که با وجود نشر همه روزه نوارها از حالت‌های ابله و مقامات دولتی این دلیل‌ها را رد می‌کنند و برعکس از افزایش شماره داوطلبان خدمت حرف می‌زنند. جایز به یادآوری است که موسم بهاری دعوت امسال رسما تا 31 می ادامه می‌کند. تاجیکستان نقشه دارد در 3 سال آینده بنابر افزایش اهالی و استحصال محصولات قنادی واردات شکر را 70% زیاد کند. به نوشته خبرگزاری اویستا طبق برنامه نشان دهنده‌های مکر اقتصادی تا سال 2023 حجم واردات شکر به بیش از 204,000 تن خواهد رسید. بر پایه معلومات خدمات گمرکی تاجیکستان سال گذشته به کشور به مبلغ زیاده از 57 میلیون دلار شکر آورده شده است. ساکنان تاجیکستان در یک سال تقریبا 130,000 تن شکر و قند استعمال میکنند. سال گذشته نرخ آن تقریبا 30% بالا رفته تا به 10 سومانی رسیده بود. در ترکمنستان از رانندگان طلب کرده شده است تمام قسم‌های ماشین‌های خود را سفید کنند. در دوران حکمرانی قربانگلی بیردی محمدوف این کشور پوشیده آسیای مرکزی شهر اشخاباد را با مرمر سفید پوشانده است. خود پرزیدنت هم در حالت‌های زیاد با لباس سفید روی قالین سفید با کبوترها و گل سفید در دست ظهور می‌کند. به قول خبرنگاران تقاضای کاملا سفید نمودن ماشین‌ها هفته گذشته در ولایت لبی بی خود لباب شروع شده است. منصبداران ترکمن میگویند رنگ تاریک به هوای گرم ترکمنستان مطابق نیست زیرا گرما را در خود نگاه می‌دارد. ولی مخالفین میگویند که بیردی محمدوف به یگان شکل دیگر اندیشی اجازت نمیدهد. او در سال 2006 بعد مرگ اولین رهبر خودکامه ترکمنستان سفر محمد نیوز سر قدرت آمد. بر پایه گزارش سازمان حقوق بشر هومن رایتس واچ بیردی محمدوف همراه با نزدیکانش تمام بخش‌های حیاتی جمعیتی را نظارت نموده به زندگی خصوصی مردمش دخالت میکند.
акнун бароятон дар бораи қурби расмии азори хориҷӣ дар Тоҷикистон иттилоъ медиҳам. Бонки миллӣ барои имрӯз нархи $1 11 сомониву 32 дирам ва 1 евроро 13 сомониву 63 дирам таъин кардааст. имрӯз нархи 1000 рубли русӣ 150 сомониву 40 дирам муқаррар шудааст ки нисбати рӯзи гузашта 20 дирам камтар мебошад. бинандагони азиз, сархати хабарҳоро инҷо ба поён мебарам, аммо фаромӯш накунед ки 3 соат пас дар барномаи хабари шуморо мунтазирам. фаромӯш накунед. рӯзи побарок дошта бошед.